یک سوال پرس از ماهان. اون موقع او از من مطالعات پرسید، من قولا ازش میپرسم. حالا اونم بپرسم. او گفتش علوم بپرس. اونجا مطالعات هستم. ولی مطالعات هم بخوام از درس بچه توی اینم مطالعات هست، هم علوم میپرسه هم مطالعات. آره هم علوم میپرسم. اول از علوم شروع میکنیم. بفرمایید. گزینه صحیح را انتخاب کنید. کدام گزینه درست نیست؟ خب عوامل گوناگونی روی عمق و قطر گودال ایجاد شده اثر دارد. چی؟ بگو دوباره. عوامل گوناگونی روی عمق و قطر گودال ایجاد شده اثر دارد. درست. هرچه سرعت شهاب سنگ بیشتر باشد قطر گودال ایجاد شده بزرگتر خواهد بود. فاصله شهاب سنگ از زمین در اندازه قطر دهانه گودال ایجاد شده تأثیری ندارد. گزینه سوم. کدام یک از مواردی طبیعی نیست؟ نفت، پارچه، پشم، شن. یه بار دیگه بگی. کدام یک از مواردی طبیعی نیست؟ بله. نفت، پارچه، پارچه. پشم. کدام یک از موارد زیر خاصیت رنگبری ندارد؟ آب اکسیژن، آب ژابل، کلور، کربن دی اکسید. کربن دی اکسید. درست یا نادرست رو بگید. کاغذ یکی از مواد مصنوعی و پرکار در زندگی است. اشتباه. نادرست. این نادرسته؟ بله. آب اکسیژن میتواند رنگ درسته؟ درست گفتی؟ درسته؟ نه درست گفتی، نادرست میشه. آب اکسیژن میتواند رنگ همه مواد رو از بین ببرد. درست یا نادرست؟ نادرسته. مقاومت محصولات بازیافتی از محصولات غیر بازیافتی بیشتر است. درست. یا نادرسته؟ نادرسته دیگه. فکر کنم. خیلی درس کنم. خیلی. بچه‌ها هر سوالی رو که اشتباه گفت من یه ضربه می‌زنم. آخر ویدیو دوباره ازش میخوام بپرسم. یعنی چی؟ یعنی درست جوابش میشد؟ درست گفتی. میشه نادرست. خب گفتم نادرست. ولی درست گفتی. انا بچه رو میخوای ضربه در بزنی؟ مداد دستم گرفتم. ها. لطفا با خودکارم بذار. چی؟ خودکارم. با دفتر؟ خودکار. بله. خب. با چی من اشتباه آماده میخوام باشه. ها. هیچی نزنی. خب. چرا الان ضربه در زدی؟ داشتی. کجا داشتم؟ بذار. دستم من میخوام بزنم. آقا نه نمیشه. من باید مامان بذار. بشین. در بررسی میزان تأثیر اندازه تیله در قطر دهانه گودال فاصله تیله از قطر را تغییر میدهیم. درست یا نادرسته؟ درست. جای خالی را با عبارت‌های مناسب کامل کنید. ماده اصلی و خام مورد نیاز برای ساخت کاغذ جا خالی است. چوب. با افزودن مواد شیمیایی مختلف به جا خالی میتوان انواع مختلفی از کاغذها تهیه کرد. مواد طبیعی؟ با افزودن مواد شیمیایی مختلف به جا خالی میتوان انواع مختلفی از کاغذها را تهیه کرد. مواد طبیعی نمیشه؟ مواد مصنوعی؟ چی بود جوابش؟ بگو جوابش. کلا من جوابشو باید بدونم. خمیر کاغذ. ای بابا. خب. او قبلی هم کاغذ یکی از راستی اون خمیر کاغذ اشتباه نوشتم. مواد طبیعی میشه. اشتباهش نوشتم. کاغذ یکی از مواد مصنوعی و پرکار در زندگی است. تو همون درست نادرست تو گفتی نادرسته ولی باید که میشه درست. درسته. خب آب اکسیژن را باید در جای خنک و تاریک هرچند سطح یک جسم بیشتر باشد جا خالی به زمین میرسد. دیرتر به زمین میرسد. هر یک از مواد زیر را در جای خود قرار بده. مواد طبیعی، مواد مصنوعی. خب آره اینا پنبه، کیف مدرسه، سنگ آهن، مواد رنگی، نفت خام، دارو، تایر، مصر. من نفهمیدم. خب آقا باید اینو تو مواد طبیعی تو یکی یکی بهشون بگو. پنبه. پنبه طبیعی.
کیف مدرسه، مصنوعی. سنگ آهن، چی؟ سنگ آهن، سنگ آهن طبیعی. مداد رنگی، مصنوعی. نفت خام، نفت خام